سلام بچه ها، نورمال هستم. به یه ویدیو جدید خوش اومدیم بچه ها. تو این ویدیو قراره با هم دیگه یکی از سنس های آپدیت جدید رو با هم دیگه ببینیم، مخصوص گوشی های شیائمی از نوت 9 به بالا. بچه ها این سنس رو جلوتر بهتون میگم چیه، دی پی آی و دکمه تیر مخصوص خودش رو بهتون میگم. بذارین اول یه دست لونگ ولف اس کنیم ببینیم چجوریه سنس. خودم تازه سنس رو دیدم یه جا. بچه حمایت خودش خیلی کمه، ویو میخورن نسبت به حسابی که دارم، ولی خودش حمایت خیلی کمه. نسبت به اون کاری که میخواستم کنم ویو خیلی کمه. یعنی اگه حمایت بره بالا براتون میخواستم پنل بذارم دیگه، نمیدونم سنس و نمیدونم ایمبات و این چیزا، کد ست و نمیدونم فایل ست و این چیزا بذارم. خب من الان میمیرم که. نوب سگ، کیان نوب سگ. ولی بچه ها حمایت رو ببرید بالا، براتون چیزای خفن جدید میذارم، چالش میذارم، کاستوم فام میذارم. لینک کانال تلگراممون هم این بالا میاد، حتما داخلش عضو باشید. کانال قبلیمون رو به خاطر بدهی مجبور شدیم بفروشیم. بچه حمایت بالا باشه. خواستم هیت بزنم، سب کن هیت بزنم. ای خدا یه ذره. بعد بچه یه دونه ایده داشتم که با یوتیوبری که با من یوتیوب رو شروع کرد یه کاستومی بریم، سوئیل تیکی، یه کاستوم با اون بریم. یه دنس براش بزنیم. بذار شاتگانه رو بردارم، با یه دونه یو ام پی ببینیم چیکار میکنیم. بعد بچه این سنس خداییش مثلا جام شات خوب میخوره. بعد نزدیک زن خداست، نزدیک زن خداست. چرا تکون نخور؟ پس بچه حمایت ها بالا باشه. 3 تا پروژه جدید قراره با هم دیگه انجام بدیم. ویدیوهاش هنوز آماده نشده، وقتم نمیکنم، موقع امتحاناست. یکیش که با یوتیوبری که با من شروع کرد یوتیوبو، سوئیل تیکی. با هم که کاستوم زدیم میریم با هم دیگه پنل V2K رو براتون میذاریم. بعد پنل V2K هم میریم براتون سنس بعدی رو میذاریم، یعنی بعدش هم فایل لباس و ست و این چیزا. بچه من الان فایل لباس رو میخواستم زودتر بذارم، ولی خب روی گوشیم رام نمیشد. بچه ها نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، خودم هم نمیتونم انقدر چی کنم، برام این زودتر سنس رو بهتون میگم. بچه سنسی که من براتون مثلا در نظر گرفته بودم برای گوشی های شیائمی، سنس این بودش. بچه سری بگیرید. سنس این بودش، دست کنترل اونم روی 50 بوده، شما روی 51 بذارید. دی پی آیتون هم 581 بذارید. بچه واقعا خوب میخوره. فقط نگین که واقعا سری گذاشتین سری میگین چه سنسی گذاشته اصلا نمیخوره این چیزا. بچه باید بهش عادت کنید، نمیدونم چیزی بهتون بگم، یه ذره باش بزنید بو خوره.
آره بچه، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.